بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان. يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان. يا دائم الترتيل للذكر والتنزيل بشراك يوم رحيل ای مسلمان، ای با غیرت، ای متدین، ای کسی که سر دین غیرت داری، تو را به الله قسم در دنبال امی مراکزی که فی الحال در کابل به نصرانیت دعوت میده کدام ورق تظاهرات پیش کردی؟ تو را به الله قسم ای مسلمان، دختری در مکتب میره فرهاد دریا برش میره کنسرت میده کدام ورق اعتراض به مدیر پیش کردی؟ تو را به الله قسم در می قریه 10 دانه پودری است، شرابخور است، زنکباز است، خودت به چشم سر میبینی راه دختران را میگیره، ادنا اعتراض سرش کردی؟ تو را به الله قسم اون روز که توی فلانی بچه فلانی قماندان و فلانی حاجی و صوفی و ملا بود که شو تا صبح رقص بود و تو را در خو نماند اعتراض کردی؟ اعتراض داشتی؟ تو را به الله قسم امروز که شبکه های شیطانی بعضی مردمایی که واقعا غیرت نداره، اسلام نمیگم غیرت نداره، و دخترای تو را نعوذ بالله به فحاشی میکشانه کدام ورق اعتراض پیش کردی؟ للذكر والتنزيل بشراك يوم رحيل ستفوز بالغفران يا قارئ الآيات. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله واصدق الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ان تنصروا الله ينصركم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال يا غلام احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك. از همه اولتر دوستانی که بسیار به حوصله‌مندی و صبر از خیلی ساعتها در این مجلس تشریف داشتن و واقعا با کمال حوصله‌مندی به سخنان علما و شاگردای مدرسه گوش فرا دادن، از الله سبحانه و تعالی برایشان اجر جزیل میخواهیم که بازم به آرامی مجلس پیش بردن. در مرحله دوم با استادای مدرسه و او دوستانی که همچون مرکز برای تعلیم اولاد این منطقه ایجاد کردن، زحمت میکشند، معاونت میکنند، کمک میکنند، از الله سبحانه و تعالی برشان توفیق مزید زیاد دیگر هم میخواهیم که الله در دنیا و آخرت این اعمالشان عوض و بدل بی نهایت برشان نصیب کنه. ما در مورد امی محفل گپ میزنم. محفل برای چی است؟ عزیزان گرامی، کسی پول زیاد هم نداره که همچون دوستا را جمع بکنه و این مصارف بکنه به این خاطر که دوستا جمع شوه.
اگر غرض از جمع شدن مردم تنها نشان دادن خود باشه که این موضوع را به نام ریا یاد میکنه و شرک است و شما خودتان آگاهی که شرک امو گناهی است، ولو که شرک اصغر باشه از همه گناه ها کده بزرگ است. ما در ابتدای جمع شدن جور شدن محفلم امی گپ گفتیم که منظور ما است دوستانی که در مجلس حاضر میشند درک بکنه که ما چی مسئولیت داریم در برابر امچو مراکز. این مدرسه به نام مدرسه سید الشهدا حمزه رضی الله عنه نامیده شده و فی الحال الحمدلله از هر دو طبقه اناث و طبقه ذکور دیش درس میخوانه. گپ ما فقط متوجه امی مردمی است که در ما حول امی منطقه زندگی میکنن. این دوستای ما در مدت 2 سال یا 3 سال مدرسه برحال شده و در اینجا درس گفته میشه. اگر ما هر قدر دشمن کسی باشم خود چون که محبت دین امرایم باشه یک کم احساس مسئولیت در مورد دین خود داشته باشم این مدرسه را زیر مراقبت میگیرم. و چرا میگیرم؟ به خاطر از اینکه در مورد این مدرسه افواهات خیلی زیاد است، گپا خیلی زیاد گفته میشه. اگر شاگرد از او کوچه میایه هم جناب دکاندار صاحب برش میایه در نیروی میبره که در این کجا میری؟ در این مدرسه نرو که مدرسه وهابی است. اگر در مسجد هم رفته تبلیغ علیه همین مدرسه شده. اگر کسی مسلمانی واقعی باشه و واقعا دین پیشش اهمیت داشته باشه و سر دین غیرت داشته باشه و واقعا الله را قبول کرده باشه به وحدانیتش و رسول الله صلی الله علیه وسلم به رسالت پذیرفته باشه، حتما متوجه میشه که آیا اگر اینطور پروسه در این قریه ما در این کوچه ما جور شود که بچهای ما طرف یهودیت بره، نصرانیت بره، دین اعلا بکنه، باز چی ننگ و غیرت بر ما باقی میمونه؟ همچون مدرسه را باید دروازش بسته کرد. خود چون که مسلمان هستم و الله مرا فرموده یا ایها الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، من مامور و مکلف هستم که مسلمان هستم. الله مرا فرموده که تو تبین بکو، تحقیق بکو. این مردم یک دفعه ببینیم. اگر من مؤمن با غیرت باشم بچه خود روان میکنم، روز مرا تلفن در جیب میدم، امپیتری را در جیبش میدم که کلی درس ها را ثبت بکنم. در تلاش جمع کردن سند باشم به خاطر بسته کردن اینطور مرکز. چرا مسلمانی با غیرت هستم؟ نمیخوایم در منطقه ما بیدینی رواج شود. من باید تلاش بکنم که همچون مرکز بالکل دروازش بسته کنم، لیکن در هر معامله ضرورت به سند است. تا که سند نداشته باشی به افواهات نمیشه. خود 3 سال در این مدرسه تیر شد، الحمدلله. این پروگرام دوم فراغت امی اطفال معصوم است که در سر استیج میبره حدیث با سند بیان میکنه که من نمیتونم بیان کرده. آلی تو مسلمان اگر امروز هم نمیفهمی به الله قسم که منافق هستی. اگر تو آلی قدر درک نکردی که این مدرسه قرآن و حدیث بود یا مدرسه یهودیت و نصرانیت. نعره تکبیر! نعره تکبیر! نعره تکبیر! تو باید درک داشته باشی، انداز قدم مرا معلوم بکنی و مرا بشناسی و بعد از این را برات میگم. رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرما و ان العبد لیتکلم بالکلمه من سخط الله. گاهی اوقات یک بنده یک سخنی را میگه که سخن از سخنایی هست که الله سرش غصه میکنه، الله سرش خفه میشه، الله سرش غضب میکنه. لا یلقا لها بالا.
ای آدم به این سخن خود هیچ باک نداره که هرچی از دهنش میبرایم میگه. لیکن رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماید یهوی بها فی جهنم. لیکن ای آدم سکوت میکنه میفته به سبب یک کلمه که در جهنم. ای مسلمان آگاه باشه. اول از تو سوال میکنم، تو را به الله قسم کلمه وهابی را که استعمال میکنی و ملاصق در دعای خود گفته که یا الله ما را از یهود نصارا از وهابیان نگاه کن، در ذهن تو وهابی چی آمده؟ کافر یا مسلمان؟ راستی تا بگو. انکار کرده نمیتونی. ولی وقتی که تو یک مسلمان وهابی گفتی مفهوم و معنای زیر داره که کافر برش گفتی. آیا کدام ادناترین مدرک کفر دیش پیدا کرده میتونی؟ در روز قیامت به الله سبحانه و تعالی پیش میشی. نه تنها در این منطقه، امروز در کل کابل در ولایت همین موضوع است. دور نمیریم. چند روز پیش در بطخاک مردم جمع شده با کلشینکوف شیشای مسجد میده کرده. به خاطر از اینکه مسجد جور شده اوجا، به خاطر از یک عالم رفته، چند دانه طالبی که بیچاره مهاجر از قندوز است در اونجا دیره شده، درس قرآن داده میشه، مردم شیشای مسجد میده کرده. ای مسلمان، ای با غیرت، ای متدین، ای کسی که سر دین غیرت داری، تو را به الله قسم در دنبال امی مراکزی که فی الحال در کابل به نصرانیت دعوت میده کدام ورق تظاهرات پیش کرده؟ تو را به الله قسم ای مسلمان، دختری در مکتب میره فرهاد دریا برش میره کنسرت میده، کدام ورق اعتراض به مدیر پیش کرده ای؟ تو را به الله قسم در می قریه 10 دانه پودری است، شرابخور است، زنکباز است، خودت به چشم سر میبینی راه دختران را میگیره، ادنا اعتراض سرش کرده ای؟ تو را به الله قسم اون روز که توی فلانی بچه فلانی قماندان و فلانی حاجی و صوفی و ملا بود که شو تا صبح رقص بود و تو را در خو نماند، اعتراض کردی؟ اعتراض داشتی؟ تو را به الله قسم امروز که شبکه های شیطانی بعضی مردمایی که واقعا غیرت نداره، اسلام نمیگم، غیرت نداره و دخترای تو را نعوذ بالله به فحاشی میکشانه، کدام ورق اعتراض پیش کرده ای؟ کلشینکوف خوبان. ای مسلمان، به الله قسم پیش الله میری و الله از پیشت سوال میکنه کجا را زدی؟ شیشه کدام مقام میده کردی؟ از سینما را؟ از شرابخانه را؟ از رقاصخانه را؟ یا شیشه مسجد الله سبحانه و تعالی را؟ بتخاکی بشنو، چای قنبری بشنو، هر مسلمانی که هستی باید بشنوی. تکبیر نگو، اینجا موقع تکبیر نیست. تکبیر رو نمو وقت است که پیشتر گفتیم که استقلال می داشتیم. ما امروز غلامی این غربیا این سگشویا را نمی کردیم. امروز مجاهد توهین میشه. امروز به کمونیستی که هزارها مردم در خاک تیله کرده برای از او شهید گفته میشه. پشت تکبیر نگوی. ما در حالت ذلت قرار داریم، ولی ذلت از خود ما نیست. ما آیت خواندیم ان تنصروا الله ینصرکم. اگر شما نصرت الله سبحانه و تعالی را کرده، الله نصرتتان میکنه. ما نصرت دین الله را نکردیم. دین الله پیش ما قدر و قیمت نداره، کتاب الله قدر و قیمت نداره، حدیث رسول الله قدر و قیمت نداره. ای مردم چاره قنبر قریه عربان، شما را به الله قسم آلی از بچگکت سوال بکو، آلی از دخترکت سوال بکو، تو را به الله قسم مقایسه کو که تو یاد داری امین دعای نان خوردن تا یاد داری یا نه؟ لیکن از بچگک که دخترکت سوال کو که یاد داره یا نه؟ تو یک کمی از الله بترس، نکو ظلم، نکو افواهات، تحقیق بکو. اگر سری دین غیرت داری، مولای متوکل وهابیست، بیا تکمه در خانه زندگی کو، تکمه در درسایم شریک شو، مرا یک دم ارزیابی کن. به الله قسم حاجت به تو نیست که دمه آن چیزی را که خلاف شریعت پیدا کردی باز بگو مولوی سیبینی کار خلاف شریعت است. ضرورت به تو نیست. من خودم در این طور دار میبرایم، ضرورت به تو نیست. ولی چرا کلمه انگلیس تو در زبان گرفتی، دعوت داده رایستی و نشر کرده رایستی؟ چرا او کسی که ابو بکر و عمر رضی الله عنهم را لعنت میگه، او کسی که صحابه را مرتد میگه،
از زبان از اون کلمه وهابیت گرفته تو نشر کرده رایستی. تو غیرت سر دین داری؟ عالم میگه ما مشکل با شیعه نداریم، ما مشکل با چیزی دیگه نداریم، با گروه های دیگه نداریم، ما مشکل با سلفی ها داریم. از عالم سوال بکن سلف کی را میگه؟ پیشینای امت اسلامی کسانی را که رسول الله شاهدی خیریتش داده. خیر القرون قرنی. کدام قرن است؟ قرن خود رسول الله صحابه کرام وجود داره. ثم الذین یلونهم، باز همو کسانی هستند که نزدیک هستند به صحابه که تابعین گفته میشن. بعد از ثم الذین یلونهم باز همو قرنی هست که به تابعین نزدیک است، تبع تابعین. ایره مردم سلف میگه. جناب عالم تو که سلف گفتی، با کی دشمنی داری؟ با او سلف؟ بسیار خوب. اگر منظوری توست که نه با او سلف خو آخه پیشوای ماسته، همین تو که خود از سلفی میگیری. تو را بالله قسم من در جمعم گفتم میدان علم است، استدلال است، وقت منطق و گفتگو و تفاهم است. ضرورت به تفنگچه، کلشینکوف، سوته، تبلیغات نیست. در فضای برادرانه دوستانه در این مجلس قطمه بشی و بعد از بگو که مولوی بینی کارت نادرست، خلاف سلف است. همون کاری را که صحابی کرده، تابعین کرده، تابعی کرده، تو خلاف از او میکنی، تو خلاف از او میکنی. لیکن ما تعرض به کسی نداریم، رد میکنیم. هر چیزی که بدعت باشه او را میگیم. خود تو را چیز نگفتیم. همینجا علما و مردم ها جمع شد، یک تعداد دوستای ما بس اوقات از ما خفم میشه که فلان جای ما وعده دادن مناظره میکنم. ما گفتم مناظره ما نمیکنیم. مردم فکر میکنه که میترسه از مناظره. مناظره شرط داره. اول شرط مناظره ایره در ذهنتان بگیرید. مناظره میگه هر فریق نظر کردن دلایل فریق دیگه، اگر حق بود به سر و چشم بپذیره. ایره مناظره میگه. شما قسم بده به اون مردمی که قط ما میشینه، آیا اگر ما واقعیت گفتیم میپذیره؟ برای ما خودشان میگه که آسمان زمین بگردانی و زمین کچی آسمان. ما از امی عقیده و فکر خود نمیگردیم. هر چیز ضرورت داریم به ما نمیترسیم، ولی جنجال هم در منطقه نمیپرتیم. اگر تو از قبر طلب میکنی از قبر طلب کن، ما از الله طلب میکنیم. ما مشکل کش حاجت رو الله را میدانیم. ما حفاظت اولاد خود حافظش الله را میدانیم. نه بند آقا صاحب نه بند ایشان صاحب. تو کاری خودت است. من از سر مرده خود قرآن نمیگیرم، دور نمیدم، فدیه نمیدم. ما کسانی که عقیده را دارم میگم که نماز قضا نکو، روزه را نخو. الله مکلف کرده تو را بعد انجام بدی. غیری که الله سبحانه و تعالی تو را معاف کنه دیگه کس معاف کرده نمیتونه. نه مناسب. او که تو میگی نه معاف میشه 1000 دفعه 10 ساعت در گردی مردید بگردان. به ما چی مشکل است برای ما؟ در مسجد ما بیای اینم اینجا دستایت در سر ایران بگی و پایت یکی با دیگه بچسبان، همینطور یک جای کن. اگر ما برای چیزی گفتیم زبان ما را قطع بکن. خیلی چرا امروز چرا این حالت آمده؟ چرا ما یک کمی فکر نمی کنیم؟ بله مشکل هم اینجاست که رسول الله صلی الله علیه و سلم هم امی حدیث مولوی معروف هم خوند احفظ الله یحفظک، الله را حفاظت کن. ما الله را حفاظت کنه میتونیم؟ الله به حفاظت ما شما ضرورت داره؟ الله خود ذات غنی است، الله الصمد، همگی محتاجه. الله سبحانه و تعالی است. من چطور حفاظت کنم؟ بله معنای حفاظت الله حفاظت دین الله است، امانت الله است که برای تو داده. انا عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها وحملها الانسان. و کدام امانت است؟ وجودی تو امانت است، دستم امانت است، چشمم امانت است، زبانم امانت است، گوشم امانت است، پایم دستم امانت است، قلبم امانت است، زبانم امانت است. این امانت الله است. چه قسم از این کار میگیرم؟ در کجا استعمال میکنم؟ چشمم در کجا میخوره؟ گوش است کدام سخن میشنم؟ با دست چی کار میکنم؟
نماز الله امانت است، روزه الله امانت است، حج الله امانت است، جهاد الله امانت است، دعوت امانت است، امر بالمعروف و نهی عن المنکر امانت است. با یک برادری مسلمان با قاش واز ملاقات امانت است. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته امانت است. پورا کرده میانی در زندگی خودی را حفاظت کرده میانی. اگر من حفاظت کنم، رسول ما صلی الله علیه و سلم، پیغمبری ما، قائد ما، رهبری ما، الگو مقتدای ما دروغ نمیگه، او صادق مصدوق است. او برای میگه که احفظ الله، دین الله را حفاظت کن، یحفظ که الله تو را حفاظت میکنه. لیکن من حفاظت نکردم دین الله را. دین الله کجاست؟ دور نمیرم. نماز تا پیش تو به حدیث پیغمبر، صفت نماز پیغمبر در کتابای حدیث بکش، بعد از اون نماز تا قطش مقایسه کو، وزن کو که چقدر کمی و نقصان داره یا چقدر زیادت داره، برابر است یا نیست. من حیث یک مسلمانی واقعی دیگه گپا را خوب بگذار، او طرف نمیریم، دا او گپا نمیریم که توی ما چی رقم است، مرده ما چی رقم است، معامله ما چی رقم است، دکانداری ما چی رقم است. او گپا را بگذار. امروز اگر در بازار برایم، آیا اینطور یک شخصی پیدا میشه، یک دکاندار پیدا میشه که می کچالوی خود همینطور گرد دوت انداخته باشه؟ خیلی آدم متدین پیدا کرده میتونم؟ نه، ریزگه کو یک کمی ترمیگه که ایره زیر کده، کلان کلانه در سر چینده. زمانی که تو میگیری از زیر ترازو ریتور میزنه، باز چی میکنه؟ اگر تو میگی که نه من خوینی را خریدم، گفتی را خود در نمونه مانده، در فریب تو مانده، در فریب دادنی تو مانده. دین کجا رفته؟ معامله ما در کدام سرحد رسیده؟ ما حفاظت دین الله سبحانه و تعالی را نکردیم، از دو خاطر ما حفاظت نمیشیم. ما اگر امروز 46 مملکت کفری میآید برای آرامی و راحت ما، کدام مسلمان باشه که کلمه را باور کنه؟ شما چی عقیده داره؟ کافر راحت مسلمان نمیخواه؟ بگوی ایمانتان تازه کن، ایمانتان بگوی کافر در حفاظت مسلمان میآید؟ نمیآید. اگر حفاظت مسلمان نمیکنه، سوریه در کدام حالت است؟ گوشتای اطفال در سیخای تعمیرات که تو پاشان است. سیاست ناموس با حجاب فلسطینی از دست عسکری ظالم اسرائیلی نیست؟ کجا هستند؟ صدام از بین برده میتونه بشار اسد نی؟ اگر من بازم احمق باشم، نعوذ بالله، بازم این کفاره حقوق بشر گفته صدا کنم، یا را حامی بگویم، یا را راحت و امن آوردنی بگویم، من در کدام سرحد رسیدم؟ فتوا پیش خودت، فتوا پیش خودت. ولی اینجا محاکمه نیست. این دنیا محل محاکمه نیست. محل محاکمه در آخرت است. اونجا جواب میگیم. در هر حالتی که هستی، نیت داری، اراده داری، گپ داری، پیش الله سبحانه و تعالی رفتنیست، جواب میگی. اینجا محل امتحان است، اینجا محل آزمایش است. الله این وضعیت برات میاره، تو را امتحان میکنه. دور نمیرم. این مرکز دین است. شما قریه دی عربان، این مرکز سر شما حق داره. لا اقل اگر دیگه کمک نکردی، لا اقل تبلیغ ناحق نکو به یک کلمه خود از جهنم نپرتو. اینجا اطفال معصوم قرآن یاد گرفته، اینجا دیدی؟ اینجا اطفال معصوم حدیثای پیغمبر یاد گرفته، اینجا اطفال معصوم اذکار رسول الله صلی الله علیه وسلم یاد گرفته. اثری موقوف است. ایوب بن موسی رحمت الله علیه از پدرش از بابای خود نقل میکنه که کن عالما او متعلما او مستمعا، یا عالم شو خودی در تلاش از این مسائل دین بفهمان، او متعلما تعلم بکو، او مستمعا لا اقل گپ مردم خو گوش بگی، ولا تکن رابعا فتهلک، نفر چهارم نشو که هلاک بشی. او اهل محله تا امروز هرچی که تیر شد آینده مسئولیت در دوشتان است. پیش الله سبحانه و تعالی رفتنیستی. نگو که من دکاندار هستم، من غرض ندارم. با یک کلمه، با یک سخن آتش خاموش میشه، با یک پلته بسیار آتش بزرگ در داده میشه. این را یاد داشته باشی. نشوه که نعوذ بالله ما کاری را بکنیم که سبا روز پیش الله سبحانه و تعالی خجالت باشیم، سر ما خم باشه. چرا؟ به خاطری که مدرسه را در ضدش خیانت کرده باشم، تبلیغ علیه مدرسه کرده باشم، من در مقابل قرآن و حدیث سنگر گرفته باشم.
این حالت سرم نبیه. عزیزان گرامی، شما که اینجا جمع شده به می مقصد بود. یک مقصدی که دوستای ما آگاه شوه، این مدرسه را خوب زیر مراقبت بگیره که چی چیز تعلیم داده میشه. یک موضوع است. این را شما انشاءالله اگر مسلمان غیرتیستیم تحقیق میکنیم، در صورتی که عیب و نقصان موجود باشه باید مدرسه بسته شد. اگر نباشه با دل و جان با صمیم قلب به خاطر رضای الله سبحانه و تعالی و تربیت اولاد معصوم ما کمک بکنیم، همدردی بکنیم، معاونت بکنیم. از اونجا ما بار گپ گفتیم، بوش یک روپر از محصلین جمع کرد، از شاگردان به اطفال افغانستانی ها روان کرد. ما گفتم که کاش که کار یک مسلمان میکرد. این کاری بود که رسول الله برای ما تعلیم داده بود، لیکن ما رسول الله را فراموش کردیم، هدایات رسول الله را فراموش کردیم، توصیه های رسول الله را فراموش کردیم. چقدر نیاز به این توصیه هاست ولی ما در عمر خود نشنیدیم. نمیتونیم یک مدرسه را با 10 روپه با 50 روپه حق العضویت به یک مدرسه ما اولاد خود واقعا حافظ قرآن جور کرده نمیتونیم. حافظ قرآن مالایش نیست که حتما ختمه بروه کور باشه، کسی از دستش گرفته باشه و اونجا در مشتش یک چیزی پیسه بده. حافظ قرآن دکتر باشه، حافظ قرآن باید انجینر باشه. دکتر یا حافظ قرآن که سر در پیشش نیاید با ولی و اقاربش بگه که تو خودت باش، برش نمیگه که دامنی تا بالا کو. از سری آستین پیچکاری میکنه. در پاکستان هم دکتر از سری آستین پیچکاری میکنه. در افغانستان دکتر صاحب میگه به زن که دامنی تا بالا کو که در پالکونیت پیچکاری میکنم. فرق است عقیده دین. انجینری ما انجینر باشه، قرآن بفهمه، سرکی مرا می رقم جور میکنه. کابل امروز در کدام حالت است؟ انجینری ما که انجینر باشه خیانت میکنه؟ قطعا نمیکنه. ماموری ما که حافظ قرآن باشه، مدیری ما، رئیسی ما، وزیری ما نباشه که پیغمبر خدا بگویه، خدا را پیغمبر بگویه، نباشه که بسم الله را وزیری ما گفته نتانه، نباشه. نمیگم وزیر. این مملکت اسلامی است. این مملکت اسلامی است. خلد و کلان، زن و مردی ما باید از قرآن و حدیث آگاه باشه. این دین است و ما باید حامل دین باشیم. اگر اینطور مرکزها را تخریب میکنیم، یقین به الله سبحانه و تعالی بگویه که اینطوری مرکزها را تخریب کردن مرادف با کیست خبر داری؟ کشتن 2 قسم است، یکی کار میگیری، یک کسی را حلال میکنی. وقتی که از علم دین کسی را شما مانع شده، این کشتن نفوس است، نسل است، این قتل است. این را یاد داشته باشی. و کفار میخواه که ما را قتل کنه و ما هنوزم بیدار نیستیم. این موضوع اول بود که بعد شما تعلق گرفت. موضوع دوم، دوستا که اینجا جمع شده، آیا نمیخواهید در محله و مقام و منطقهتان همچو گلگون طفلای گلگون رقم باشه؟ نمیخواهید که در منطقه شما همینطور یک آواز لاسپیکر از حدیث و از آیت بالا شود؟ کدام فکر کردی؟ چند نفر از دیگه منطقه آمده؟ کدام یا لااقل در ذهنت گذراندی که من یک روز تصمیم میگیرم با اهل محلی خود میشینم، برش میگم یک دارالحفاظ خرده میسازیم، ام به طبقه ناس ام به طبقه ذکور. فقط یک فرش میگیریم، یک استاذ معاش میدیم 5000 روپه 7000 روپه معاش میدیم. لیلا نهاری 2 ماه بعد ارزیابی میکنیم اطفال خدا که چی چیز فرا گرفتن، چی چیز را خواندن، چی را یاد گرفتن. این مجلس به خاطر جور شده بود که شما از اینجا رنگ بگیری، از اینجا درس بگیری، عبرت بگیری. محله و منطقهتان همین قسم مرکزها را جور بکنه. علما را که طلب کردیم در این مرکز خفه نشون که ما تقریر نکردیم. جناب علما، جناب جوان، جنابی که پیشتر مسئولیت جوانا را گفت، بگو چقدر تلاش کرده برای فهم واقعی دین برای امو منطقه و ملت خود، برای اقارب خود، برای پدر و مادر خود، برای برادران و خواهرای خود چقدر کوشش شده که اصل حقیقت و واقعیت دین برش گفته باشی. آیا در فکرت گشته که همچی یک مرکز داشته باشم، من در یک عضو فعال باشم؟ اینطور مرکزها را شما فعال کرده میتونید. تا یک قاری صاحب است، 2 قاری صاحب است، 30 نفر شاگردان را تربیه میکنه، نظم درست میکنه، از اولاد خود شما استاد میگیره، پس به اولاد خود شما درس میده. خویی درسای نیست که اونجا دختر و بچه در یک چوکی شیشته باشد
و بیگاه و خطاستی که دخترم چی رقم میآید. او درس نیست. اینجا درس با عزت است، با حشمت است، با غیرت است، با حجاب است. دختری بچه با امن است. و چه قبل فیس از پیشت میگیره؟ برابر انگلیسی 1000؟ نه 50 روپه 100 روپه از پیشت فیس میگیره. خبرداری؟ لیکن کدام اولاد از پیش تربیه میشه؟ اینی طور اولاد که براتان عربی تقریر میکرد انشاءالله، یا ستاره های هستند که یک روز در سر منبر بالا میشه به جز از آیت قرآن و حدیث دیگه چیز نگوید. ملایی بگوی ملایی که فقط حکایت ها را بگوی از هر قسم کتاب خوشگوتر را جمع کنه در سر منبر بگوید و طوری ملا آینده نباشه. ما به دنیای کفر اعلان میکنیم انشاءالله. ای کافر، تو آمدی که این مملکت تسخیر بکنی، خانه آمدی الله تو را شکست نصیبت بکنه. خو مرا خوب بیدار کردی. من فهمیدم که تو امرای کی دشمنی داری و کی را ذلیل میسازی. بله، مرکز قرآن و حدیث از بین میبری. من فهمیدم. خب من آلی کوشش میکنم سابق تنها بچه خدا عالم جور میکردم، آلی سیاسرم که عالم نباشه. دختری را من به بچه خود نکاح نمیکنم که عالم نباشه. ایره یاد داشته باش کافر. و انشاءالله امی حالت آمده نیست. لیکن شرط چیست؟ که عوام و علما، دکتر صاحبا و انجینر صاحبا، کل افراد اقشار این منطقه دست با هم یکنه. این دسیسه های انگلیس قطعی مشک بزنه، جواب بده با یک اتفاق، با یک اتحاد. چی ناکوک داریم؟ در کدام عقیده خلاف داریم باری ما و تو؟ خیر است. من در مسجد تو میم رفع الیدین میکنم، تو تنگ نشو. سنت رسول الله است. تو در مسجد ما بیا نکو رفع الیدین. به الله قسم به سینه باز میپذیرم. تا چی گپ است؟ الله ما و تو مشترک، پیغمبر ما مشترک، کتاب مشترک، دین ما و تو مشترک است. چرا؟ البته یک موضوع برای من راجح معلوم میشه، سرش عمل میکنم. یک موضوع برای تو راجح معلوم شده. سلف هم اینطور اختلاف داشت و یکی با دیگر نه فتوای کفر میداد و نه قتل میکرد و نه جنگ میکرد و نه مسجد فیرا میکرد سرش. کلگی یکی دیگر در بغل میگرفت. موتان در بغل آغوش بگیریم، مشکل نیست. بیا بشینیم همیشه دسیسه های دشمن جواب بگوییم. به الله قسم عجیب است. همسر جاسوس انگلیس بیبی که خب بیانات کرده، تو را که الله عقل داده باشه، لانه استخباراتی انگلیس تمام رازای خود بری تو بیان میکنه، تو را آگاه میکنه که من منطقه تو در مردمی تو اینی طور کارا میکنم که تو را بیدار کنه. نکو بجای از اینکه دنبال افواهات دشمنای واقعی دین بگردی، او کسانی که از اول هم اسلام تخریب کرده به نامای دیگه، عبدالله ابن سبی یهودی بود و امروز هم اسلام تخریب میکنه. فریب از واره نخو. بیا کسی را که وا متهم میکنه کتاب شبیگی مطالعه کن، کتاب شبیگی مطالعه کن و به این خاطر مطالعه کن که یک چیزی را دش بکشی که خلاف اسلام باشه. بعد از اون من قطع دستاد هستم که همینطور کشیدی، من قطع دستاد هستم. ولی افسوس است کتاب شخص نمیخوانی، فقط دنبال افواهات رفتی. بله، این گوش از پیشی سوال کرده میشه در روز قیامت. چی را شنیدی، به چی گوش گرفتی و چی را در زبان آوردی. انشاءالله که این درسای عمیق بود، درسای سازنده بود. هر برادر مسلمان ما واقعا درک میکنه حقیقت. انشاءالله آینده که ما واقعا همه برادر باشیم، با یک نوع خدشه و کینه و کدورت در قلب یکی با دیگه نداشته باشیم. از الله سبحانه و تعالی میخواهیم خو این خدشه ها وقتی از بین میره که ما واقعا قدم به قدمی کی بگذاریم. بگی رسول الله صلی الله علیه وسلم، الله سبحانه و تعالی اموتر ساعت بیاره. این نوع نهالای ما را که امروز حافظ قرآن است، الله در آینده مفسر قرآن بگردانه و مصدر خدمت جامعه شوند. الله توفیق مزید برشان نصیب بکنه. جزاكم الله خیرا. سبحانك اللهم و بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك و اتوب الیک. جزاک الله خیرا. دا محترم شیخ صاحب نه یو جهان مننه. دا پروگرام اخیری شیبی دی خدا جوایز به توضیح بس پس ترغیب دعا کو او به دغه رسمیش خلاص بلنه ورکم براسخته شیخ صاحب ابو عبد الله متوکل حفظه الله وليس عبد الله
أو مرسي محمد. الأخ الحافظ أحمد بن أبو عبيد الله متوكل حفظه الله. الأخ الحافظ جنيد بن محمد أشرف. الأخ الحافظ نبي الله بن سميع الله. الأخ الحافظ حميد الله بن أحمد. جزاك الله خيرا محترم نسيبان. يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان. يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان. يا دائم الترتيل للذكر والتنزيل بشراك يوم رحيل ستفوز بالغفران. يا قارئ الآيات في الجمع والخلوات تزهو بك السماوات وتنتشي الأكوان. يا حامل القرآن يا حامل القرآن يا حامل